با سلام و احترام. آیا تا حال با کسی بوده ای که میگفت ما فقط دوستیم اما رفتارهاش چیز دیگری رو میگفت؟ این همان رابطه ای است که با آن میگوییم جاست فرند، رابطه ای که خیلی ها را سردرگم میکنه. با این موضوع در خدمتتون هستیم. روانشناسی جاست فرند یا دوستی معمولی رو در واقع میپذیره و ازش حمایت میکنه، به ویژه زمان که این رابطه سالم، متعادل و بر اساس احترام متقابل و ارتباط مؤثر بنا شده باشه. در این نوع دوستی ها افراد معمولاً به عنوان همراه و همدل پشتیبانی عاطفی دریافت میکنن و بدون اینکه زیر فشار رمانتیک یا انتظارات عاشقانه قرار بگیرن با همدیگه رابطه رو دنبال میکنن. از دیدگاه روانشناسی این نوع دوستی ها یا دوستی معمولی یا جاست فرند ممکنه مزایایی داشته باشه. اول اونها رو بررسی میکنیم، بعد معایبشون. ارتباط عاطفی سالم در دوستی معمولی خب سازنده است. افراد میتونن بدون نیاز به نگرانی های پیچیده‌ای رابطه عادی داشته باشن و از همدیگه حمایت های عاطفی دریافت کنن. برای رشد شخصی و فردی اونها خیلی مؤثر. استقلال و حریم خصوصی. دوستی های غیر رسمی اغلب فضای امنی برای افراد میتونن تهیه کنن بدون اینکه وابستگی های خاصی ایجاد بشه. اونها یاد میگیرن که با همدیگه گفتگو کنن، ابراز وجود بکنن، نظرشون رو بگن، استقلالشون رو مدیریت کنن، هویتشون رو بسازن و در این حال از ارتباطات اجتماعیشون هم لذت ببرن. پیشگیری از فشارهای اجتماعی و جنسیتی. در روابط جاست فرند افراد میتونن از فشارهای اجتماعی که برای داشتن رابطه از نظر انتظارات جنسی غیری پیش میاد دوری کنن، چون اصلا این موضوع قرار نیست تعبیر بشه و براشون میتونه مفید باشه. بدون ترس از قضاوت‌های اجتماعی با یه رابطه سالم و بدون فشار انتظارات عاطفی و جنسی رابطهشون رو ادامه بدن و پخته تر عمل کنن. پشتیبانی اجتماعی و کاهش استرس ها. روابط دوستانه به ویژه بدون پیچیدگی های رمانتیک و عاشقانه میتونه به افراد کمک کنه که با موقعیت های دشوار روبرو بشن، پشتیبانی های اجتماعی دریافت کنن، احساس تنهایی کمتری بکنن و در واقع تمرین اجتماعی زیستن بکنن و برای سلامت روان و عاطفی خود تجربه هایی رو بدون حاشیه کسب بکنن. اما از دیدگاه روانشناسی این موضوع دوستی معمولی یا جاست فرند ممکنه بعضی وقتا چیزایی رو هم چالش‌هایی رو هم داشته باشه. مثلا مرزهای واضح باید در این موضوع تعیین بشه. ببینید دوستی که بین دو تا غیر همجنس پیش میاد یه جورایی خیلی در شرف لغزیدن به شرایط عاطفی و جنسی است. لذا مرز واضح داشتن و تعیین شرایط بسیار مهمه. مثلا اگر یکی از طرفین احساس رمانتیک بودن اینا پیدا کنه، احساسی باشه، در چنین مواردی نیاز هست از اول مرزها رو خیلی مشخص داشته باشید که بعداً انتظارات کاذب آفریده نشه که شما در مقابل یک کار انجام شده قرار بگیرید. مقابله با انتظارات فرهنگی و اجتماعی مهمه. در بعضی فرهنگ‌ها و جوامع دوستی‌های غیر رسمی میان افراد از جنسیت‌های مخالف اصلا معنایی نداره. دچار قضاوت و چالش میشیم. جامعه این انتظار رو نداشت در بعضی از فرهنگ‌ها و نداره و اونها ممکنه تحت فشار قرار بگیرن و این رابطه منجر بشه بره به سمت رابطه عاشقانه یا رمانتیک و تبدیل شدن به اون. لذا این یه چالش جدی هست، باید حواستون باشه. احساسات مبهم یا پنهان. گاهی اوقات یکی از طرفین ممکنه نسبت به دیگری احساسات بیشتری داشته باشه اما به دلیل اینکه این هنوز در سطح دوستی هست نمیتونه اونو بروز بده و این منجر به سردرگمی و ناراحتی بشه. مخصوصا اگر فرد نتونه احساسات خودش رو به درستی مدیریت کنه، رفته رابطه به چالش برمیخوره و یک طرفه اتفاقاتی میفته که نباید. در رابطه جاست فرند چه نکاتی ضروری هست؟ چه چیزهایی رو باید مراعات بکنیم؟
چندین نکته کلیدی برای این موضوع هست که باید مراعات بکنیم که باعث سردرگمی، دلخوری یا سوء تفاهم نشه. تعریف مرزها: مشخص کنید که این رابطه تا چه حد، چگونه قرار ادامه پیدا بکنه، چه انتظاراتی از همدیگه دارید و چه رفتاری خارج از محدود است. بدون مرز اگر پیش برید ممکنه که یکی از طرفین در حالت انتظار و خواسته ها و انتظارات بیان نشده درگیر بشه و بمونه. صداقت در احساسات داشته باشید. اگر یکی از طرفین احساس عاشقانه داره باید صادقانه اون رو بیان کنه. پنهان کردن احساسات میتونه باعث سوء تفاهم و رنجش بشه. مدیریت انتظارات بکنید. جاست فرند معمولا تعهد عاطفی ندارن. انتظار حمایت کامل، حسادت یا تصمیم گیری های مهم در زندگی نباید روی رابطتون تاثیر بگذاره. باید آگاه به این موضوع باشید. جلوگیری از وابستگی عاطفی. این نوع رابطه میتونه باعث وابستگی بشه. مخصوصا گفتم یکی از اونها اگر بیشتر احساسی باشن. برای سلامت روان، حفظ استقلال و فعالیت اجتماعی به صورت خیلی جدی حواستون باشه و نگذارید وابستگی شکل بگیره. آگاهی از پیام‌های متناقض. بعضی از افراد در این رابطه جاست فرندی ممکنه بعضی پیغام‌های ضد و نقیض به هم دیگه بدن که نشان از کنترل رابطه، حس تعلق باشه. توجه به این تناقض‌ها کمک میکنه که شما رابطه رو نگه دارید و بفهمید که اینجا اوضاع به خطر داره میره و از اون حریم جاست فرندی داره خارج میشه. در این شرایط باید شرایط رو شما آگاه و روشن در کنترل داشته باشید و اگر نتونستید کنترل کنید باید از این رابطه دوستی بیرون بروید. در مورد آینده ارتباط شفاف داشته باشید. اگر قصد دارید فقط آگاهانه این رابطه ادامه پیدا کنه باید حواستون باشه که خیلی شفاف پیش بره. اگر دیدید نمیتونید باید رابطه رو پایان بدید. گفتگوی صریح و روشن از سردرگمی ها جلوگیری میکنه. خود آگاهی و مراقبت از خود یکی دیگر از مسائل مهم در رابطه جاست فرندی هست. بررسی کنین که این رابطه باعث آسیب روانی، اضطراب یا کاهش عزت نفس شما نشه. گاهی فاصله گرفتن از رابطه جاست فرندی شاید بهترین تصمیم برای سلامت روان شما باشه. هر جا احساس خطر کردید باید از این رابطه بیرون بروید.